در این ویدیو به بررسی گزینه جستجو در سفارش‌ها می‌پردازیم. این گزینه در اصل بایگانی سفارش‌هایی هستش که شما قبلا دریافت کردین و ارسالش کردین به مشتری. وقتی در وهله اول شما یک سفارش رو دریافت می‌کنین میاد توی مدیریت سفارش‌ها و وقتی ارسالش کردین و مشتری تایید کرد که سفارش رو دریافت کرده، حدوداً یک روز بعد میاد توی جستجو در سفارش‌ها. وقتی من اینجا کلیک می‌کنم می‌بینین که در وهله اول من میتونم طبق شماره سفارش جستجو بکنم و همینطور بایگانی سفارش‌های دریافتی در این زیر لیست میشه. برای مثال وقتی من روی این سفارش کلیک میکنم میبینیم که جزئیات اون سفارش برای من نمایش داده میشه و همینطور اگر که سفارش خیلی زیادی داشتین نتونستون شماره سفارش رو پیدا بکنین، میتونین در این فرم برای مثال من 207 رو سرچ میکنم و اینجا برای من جزئیات اون سفارش نمایش داده میشه. همونطور که با کلیک کردن روی خود اون سفارش جزئیات برای من نمایش داده میشد.